یکی دیگه کاری که انجام بدن، جدید از ترند شده، میاد ظرفشویی رو برمی‌دارم میذارم پشت پنجره. این کارو بره کاری انجام میدن که مطبخ دارن 2 تا سینک دارن. آقا هدف این کار به ما معرفی شد و کارفرما تازه این کارو خریده، زنگ ما زده که بیا این کارو بی چطور میشه مقاوم سازیش انجام بده. وقتی ما اومدیم بابا ویلا چه خبره، پول این وسط کار کردن شکم کرده. بارا این سقف واسه کل نورد یکی دونه پل ضعیف این وسط. اون پل اون جلو رو می‌بینید از سر اون دیوار اومده، اون پل این جلو هم شکم کرده، بارا آورده روی این بار هم داره آورده رو اون یکی. اصلا خیلی اتصالات عجیب غریب. میگم کافه این چاله که من موندم چطوری وقتی کفا میشوره آب زیر گیر میفته و شروع میکنه بو بالا زدن. دیگه شیرین کاریه که کردن، کفش رو اومده گذاشته رو تموم شده کابینت بیاد اینجا، پاخور کابینت میاد روش، کفش میره زیر کابینت. عرض درا رو الان گرفته بولش 70 تا 70 تا حساب کن شما زخامت 2 تا دونه کلوفتیه در دوجه داره بیاد توش، اصلا ارزی نمونه بخوره رد بشه. نل درگاه اینجا رو نگاه کن، از قوطی استفاده کرده، هم قوطی هم که گذاشته شکم، قوطی گذاشته و موزاییکو. من نمیدونم چه فکرش کرده بودن این کارو رو انجام دادن. خود به خود شروع می‌کنه داخلش تحرک کردن، پوسیدن. تو دراز مدت اصلا کلا اکسید میشه. شما حساب بکنید اینجا که داخل میشه، این قسمت در که باز شه تا اینجا خور زاویه‌ای که در باز میشه. اول کاری که دوش گذاشته، روشویی داخل همون نداره اصلا. اینجا یه راه رو تانک پرته و پشت میشه یه جای ترسناکی که بخوام وانا بذارن این پشت. این اتاق الان ابعاد 3x5. تو طرح قبلشون قرار بوده 60 تا 70 تا کمدی اونجا بخوره و یه کابین دوش قرار بوده بیاد اینجا. با این همه وسیله که گذاشت وال هم بخوره، دوش بخوره، روشویی هم بخوره و این قسمت گفتن یه کابین شیشه بخوره که میاد داخل و اصلا کلا فضای اتاقا پرت میکنه. ما برداشتی که انجام دادیم کلا سقف این قسمت جمع بشه و اثر با تیرچه بلوک اجرا بشه. حالا ما یه حرکتی زدیم که قرار اینو اجرا بکنیم، تموم شدش، بعدا میایم پستش میذاریم که ببینن چه کار انجام دادیم.